امروز تغییریابی اقلیم، خطرهای آفتهای طبیعی و مسائل گوناگونی بیولوژی باعث نگرانی اهل جامعه جهانی گردیده است. خصوصاً تغییریابی اقلیم به آبشوی با سرعت پیرک‌ها آورده می‌رساند. البته این کاهش یابی و آبشوی پیرک‌ها باعث کم شدن ذخیره‌های آبی تازه می‌گردد. پیشگیری از این خطر اکولوژی امر ضروری است. جمهوری تاجیکستان همچون تشبسکاری حل مسائل بین المللی در عرصه جهانی علیه موقع مستحکم دارد. با شرافت سیاست خردمندانه و عاقلانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، تاجیکستان را همچون یک کشور تشبسکار، همچون یک کشور فعال، همچون یک کشوری که در حل پروبلم‌های گلوبالی، در حل مسائل مبرم جامعه جهانی سهمگذار است علیه میشناسند. ما تا با امروز آگاهی داریم که چندین پیشنهادهای سروری دولت را در سطح جهانی سازمان با نفوذ سازمان ملل متحد اعتراف نمودند و وابسته با این پیشنهادها قطعنامه‌ها نیز قبول کردند. این پیشنهادها، این تشبس‌ها واقعا هم با ایمیج سیاسی جمهوری تاجیکستان در عرصه بین‌المللی تأثیری بی‌نهایت مهم گذاشتند. گذشته از این، جمهوری تاجیکستان زیر سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت با یک کشور پیشگام در حل مسائل منطقه و جهان تبدیل یافت و ببینید یک زمره مشکلات طول 12 ساله آخر پیدا شدند، ظهور نمودند که تمام انسانیت را اذیت داده ایستادند. پیرک‌ها ذخیره‌های خیلی مهم آبی شیرین میباشند. آنها در دوره گرمی سال برای آبیاری نهایت ضرورند. برای عالم نباتات و حیوانات و موازنت طبیعت نیز خدمت میکنند. تغییریابی اقلیم به تأمین آب پیریخ به دریاها، آبیاری زمینها، گیدروانرژتیکا و در مجموع به عرصه‌های مختلف حیات تأثیر جدی میرساند. واقعا حفظ پیریخ‌ها یکی از عامل‌های اساسی تأمین آبی آشامیدنی و حل مشکل‌های بحران اکولوژی در زمان حاضر به حساب می‌رود و از اینجاست که حفظ پیریخ‌ها تکمیل قانونگذاری در این ساحه محور اساسی سیاست حقوقی جمهوری تاجیکستان را تشکیل می‌دهد و با این نظر داشت سال 2018 کنسپسیای سیاست حقوقی جمهوری تاجیکستان قبول گردید که بند 31 کنسپسیای مذکور با تکمیل قانونگذاری ساحه محیط زیست خصوصا قانونگذاری وابسته به حفظ پیریخ‌ها روانه گردیده است. باید قید نماییم که جمهوری تاجیکستان در مقیاس جهانی وابسته به تأمین محیط زیست سالم و حفظ پیریخ‌ها خصوصا وابسته به مسائل اکولوژی اولویت زیاد دارد و این اولویت بیشتر در خود تشبس‌های بین‌المللی جمهوری تاجیکستان در سمت محیط زیست و خصوصا در سمت آب را تشکیل می‌دهد. تغییریابی گلوبالی اقلیم به صفت یکی از مشکلات معاصر پیش از همه به حالت پیریخ‌ها، ذخیره‌های برف و آب تأثیری منفی می‌رساند. من عاید به این مسئله از منبرهای سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی بارها تاکید کرده بودم. جامعه جهانی خوب درک می‌کند که کاهش و خرابشوی من بعدی منبع‌های آب‌های آشامیدنی در سیاره می‌تواند اهل بشر را به فلاکت‌های زیادی جانی، اجتماعی و اقتصادی دچار نماید. از این لحاظ به جامعه جهانی لازم می‌آید که برای حل این مسائل اکولوژی هرچی زودتر چاره‌های ضروری مشترک را تهیه و تطبیق نماید. چنانکه به همگان معلوم است در این شب و روزها در جمهوری تاجیکستان کنفرانس بین المللی بخشیده به حفظ پیریخ‌ها در جمهوری تاجیکستان برگزار گردیده ایستاده است و وابسته به این برگزاری کنفرانس فورم‌های گوناگون در سطح جمهوری تاجیکستان در بخش‌های گوناگون برگزار گردیده ایستاده است و همه این فورم‌ها نتیجه گیری بعضاً بخش‌هایی هستند که وابسته به
کنفرانس بین المللی بخشیده به حفظ پیریخ‌ها در جمهوری تاجیکستان بخشیده شده است و جمهوری تاجیکستان در سمت مسئله‌های آب و اقلیم یکی از دولت‌های تشبثکار شناخته شده است و کنفرانس بین المللی که از تاریخ 29 تا 31 ماه می سال جاری در جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد، این در زمینه پیشنهاد پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در سطح سازمان ملل متحد میباشد و همچنین با پیشنهاد پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در سطح سازمان ملل متحد اعلان گردیده بود که روز بین المللی حفظ پیریخ‌ها اعلان کرده شود و همچنین روز جهانی پیریخ‌ها اعلان و معلوم کرده شود و در زمینه این پیشنهادها فوند باوری بین المللی وابسته به پیریخ‌ها اعلان کرده شود. در تاریخ 14 دکبر سال 2022 از جانب سازمان ملل متحد قطعنامه مذکور قبول گردید و سال 2025 را سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها اعلان کردند و همچنین در زمینه این روز 21 مارس روز جهانی پیریخ‌ها اعلان کرده شد. فوند باوری بین المللی در نزد سازمان ملل متحد اعلان کرده شد و در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی بخشیده به حفظ پیریخ‌ها اعلان گردیده بود و در زمینه این از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و نهادهای با نفوذ بین المللی وابسته به این سمت چاره‌های ضروری اندیشیده شد و امروز جمهوری تاجیکستان باز میزبان یکی از شورابینی‌های با نفوذ بخشیده به مسئله‌های آب و اقلیم، یعنی بخشیده به حفظ پیریخ‌ها میزبان اساسی به حساب می‌رود و امروز باعث افتخار و سرفرازی است که امروز قسمت زیادی کارشناسان متخصصان بخش اکولوژی به جمهوری تاجیکستان تشریف آورده ایستادند. پیریخ‌ها سرچشمه اساسی آب‌های شیرین در تاجیکستان و منطقه آسیای مرکزی بوده، حفظ آنها یکی از مسئله‌های مهم می‌باشد. طبق تحقیقات عالمان در چند ده ساله اخیر بیش از 30% پیریخ‌های تاجیکستان آب شدند که این روند باعث نگرانی است. با در نظر داشت این مشکلات، تاجیکستان به تهیه برنامه‌ها برای آموزش، حفظ و برقرارسازی پیریخ‌ها، افزایش موضع‌های محافظت شونده طبیعی و استفاده تکنولوژی‌های پیشرفته برای نظارت روند آبشوی پیریخ‌ها توجه خاصه می‌دهد. پیش از همه باید خیال کرد که این مسئله آبشوی پیریخ خود از کجا سرچشمه میگیرد. سرچشمه اساسی آبشوی پیریخ‌ها این به واسطه یکشان عامل‌های تهدید کننده است که در اساس همونها همین مشکلات گلوبالی به میان آمد. اینها پیش از همه با صورت نابود کنی جنگلزارها که این را در علم روند دفورستاسیا میگویند، یعنی از میان بردن جنگلزارها سبب اساسی نابودشوی پیریخ‌ها میشوند. دیگر سبب این از معیار زیاد شدن کارخانه‌های خرد و کلان صنعتی و همچنین رشد نقلیات که در برابر خود گازهای گوناگون گلخانه‌ای را از قبیل کربنات‌ها، انگیدریت‌ها، هرچند در اینجا در علم اصطلاح البدو است که گویا توسط نورهای آفتاب، توسط گرمشوی پیریخ تا به اون حدی که ما فکر می‌کنیم آب نمی‌شود، چون فقط 5% یعنی همون گرمی آفتاب به پیریخ تاثیر می‌رسد، 95% البدو اینیکاس می‌شود. اما یک چند روندها است. چه خیلی روندها؟ مثلا اگر یک تاثیر خودی گرمشوی سطح باشد، یعنی سوبسترات میگوییم اینا، دیگر سبب این همون بعضی همون رگمایده‌ها که بعضی جنس‌هایی که در ترکیب خود پیریخ هست، مثلا قبات به قبات خوب میراد، در قبات خوب مثلا از بالای اون یک گرد معین میخواد، همون گرد معین بنابر سبب ایزوتوپ‌های ترکیب خود گرمی را در خود میگیره و در نتیجه از میانه پیریخ یا از زیر پیریخ آبشوی را شروع میکنه. یعنی تاثیر اون هم هست. و دیگر سبب تاثیر خود زمین هم هست، یعنی گرفتی نفت هم اینا میتوند با تاثیر رسوند به گرمشوی پیریخ. ما این را چه خیلی مشاهده میکنیم، چه خیلی استفاده میکنیم که این روندها را سبب اساسی سبب اساسی آبشوی پیریخ شده ایستادن. همون دروملین ها و کم هایی که در زیر پیریخ میشن، دروملین کم این ریلیف زیر پیریخی هستند که در نتیجه آبشوی پیریخ ها همون جنس های کوهی ترکیب همون پیریخ جمع شده به تپه های زیر پیریخی تبدیل مییابند. همون خود علاقه اثبات است که نه فقط گرمی سطح بلکه از سطح زمین هم میتونه تاثیر رساند. غیر مقصدانه استفاده بردن ذخیره‌های آبی ودی کرده گپ زنیم، این هم تاثیر منفی خود میرساند. یعنی سبب‌های اساسی پیدایش همین مسئله گلوبالی در همین است. یکی از پیامدهای جدی این روند آبشوی پیریخ‌ها میباشد. در نتیجه تغییریابی اقلیم و گرمشوی به سابقه هوا از 13,000 پیریخی در کوهسار تاجیکستان موجوده تا امروز بیش از 1,000 آن پوره از بین رفته است.